اومدید به مشت underline IR best of the man bird brain. قرار داخل این ولاگ مشهد با هم دیگه بریم و کل جای دیدنیش لحشه‌شون یاد بگیریم، جای دیدنیش رو ببینیم، پاساژشون رو ببینیم، غذای خوردنیشون رو بخوریم. لیسیدنی هم دارن اینجوری که من شنیدم، لیسیدنی هم قراره بلیسیم، مکیدنی هم کلی با هم دیگه اشغال کنیم. این اولین ولاگ منه، پس لایک و کامنت سابسکرایب چنل تو فراموش کنید، نشه زنگوله کنار رو بزنید ترو کنه تا ویدیو اومد بیاد ببینید. لایک همین بار اول واسه ویدیو دقت کنید که لایکاتون نپرید. اینم اتاق هتل بچه‌ها، خیلی دیدنی نداره، گفتم اینو بهتون نشون بدم. کلا تبش سبزه دوست ندارم. کولر هم داره، کولر یه کولر قرون بزرگیت برم. شاب دولزی کجایی؟ شاب دولزی امام رضا رو مگه بشینیم شاب دولزی؟ نه اسم لوتی مسلکش میشه شاب دولزی. من ندیدم، من نمیگم، ما میگیم شاب دولزی. شاب دولزی بگید تو کامنت. خدای خیلی خوشگل. من 6 سال نیومدم اینجا یا 7 سال یه همچین چیزی. بعد از 7 سال واقعا قشنگه، زیباست. ببینیم چه خبره. من طلاه 34 این آب طلاه. ها این آبشه طلا رو گرفتن، آبشه در آوردن. آب طلا بچه این آب طلا خود طلا نمیدونه. اون بالش هم حالا اونم بیار ازش چقدر شلوغه بالا، اینقدر نزدیک یادم نیست بوده باشم. آمتون آقا یا الله عشق یا الله یا الله الله لباس بزنی. نه لباس رو در بیار بکنم بندازم تو حل. هر چیز ما باید ویزای مشهدی شدن بگیریم. بله مهر تایید تو باید بزنی روی این. بله و یک مشهدی اصیل آوردن خداست، یعنی لهجه مشهدی فوله، ولی فوله که من مجبورم از روی این بخورم. بعد این که یاد گرفتم مهر تایید می‌خوره و تازه ولاگ ما شروع میشه. سلام آقا، مثلا سیب زمینی چند، مثلا کیلو چند؟ خب میگه که سمن کیلو 20000 تومان. میگه خیلی گرونه، ارزان‌تر نمیدی؟ یه نه به خدا همینم سودی نداره. خب این حالا من مشهدی بگم. یکی سلام اوستا، سیب زمینی‌ها کیلو چند؟ چند کیلویه؟ چند کیلویه؟ خب ای بس اوستا میاد میگه که سلام کیلوی 20 تومن. با خیلی گرونه، زودتر نمیدی؟ اینا درست اومدن. نه والا همینم سودی نداره. به خوب بوده. میگم نگیرون نیستیم صرف بگم. اینا همینجوری میگه. مشهدیش میشه که اوستا ایستا داداش چطوری؟ اوستا مره میبری حرم. اوستا مره میبری حرم. حرمه بشی عقب. رایز چند میشه؟ چند میشه؟ میشه بابا اشکان شد نمیگه میشه. وا خیلی گرونه، ارزونتر نمیده؟ نه والا همینم سودی نداره. تمام خورجی داره به صورت خیلی عجیبی. من یاد یه چیزی افتانده یادتون میاد تو کامنت یه چیزی اون وسط می‌بینی قشنگ قرار توش هم بریم میریم اونجا، ولی اولین چیزی که قرار بریم بستنی. بیا برو تو من بریم تو بستنی. بیا تو من از این بستنی 62 تومن و این همه بستنی موز دیزاین داره میریزه تا این همه متریال موز تا صافشه میخوای کنی؟ خدای خوشمزه است. در بده خدای شیرش تازه است، خیلی خوشمزه است. تازه است معلومه. بعد حجمش خیلی زیاد، زیرش شکلات و انبه خیلی خفنه. اسمش چی بود؟ اصغر مشتی. اصغر مشتی اون توه. شیر انبشه، توش تیکه خامه داره، ولی من اینو بیشتر دوستش دارم. از اینا این تلفن اینجوریات پشمکم دوست داره، خیلی باحال. بسته است. کلا تلفن میفروشه. یعنی می‌خواستیم بریم موتورا بخریم دیگه نشد. یا یه حالت همه چی فروشیه عروسکی تو بالا عروسکای مانکرافتی داره، گارفیلد داره. گارفیلد انرمن داره. پینوکیو این 100 گرونه، مثلا نمی‌تونم چیزی بگم. نریم جلو. آره که قصد خریدن بچه فیگوراش خیلی کیفیتشون بالا. حالا تو دوربین نمیدونم ولی کیفیت خوبی داره. یه تایم اومدیم همه بستن ولی میتونیم ببینیم و شما میتونید ببینید. من خودم دیدن رو ترجیح میدم به خریدن، چون آره پول ندارم دیگه بخوام چیز بخرم اینجوری، ولی خیلی چیزای باحالی داره. کرکدیل خیلی باحاله، خیلی بالا. دو تا آقا دارم با هم حرف میزنن، معلومه خیلی قدیمی نیست. این قدیمیه، این یه دونه‌ای خیلی قدیمیه. این قدیمیه. اینا هم من دارم. باشی بعد اینا این عمده میفروشه بچه، چه باحال، خیلی باحاله.
مثلا اگه کلکسیون داری میتونی از این سکه قدیمی حاجی من خیلی دوست دارم اینو بگیرم. اگه باز بود چند روز بیام اینو بگیرم. خیلی بامزه است. من این سکه اینجوری داشتین کلا سکه قدیمی یا اینم کلکسیون گذاشته که ما ببینیم یا بخریم نمیدونم. باحال بود واقعا. خیلی باحال. پول فروشیه حاجی چه چاپای عجیبی هست واقعا. طبقه 7ش وی آی پی و ورزشه، طبقه 6ش سینما اینجور چیز میذاست. ما 4یم سوغات های 3 رایانه بود. رفتیم پوشاکش نرفتیم. به نظرم آخرین چیزی باشه که میگید خیلی بزرگه. گوشیم نیافته خیلی طبقه است تا اون پایین. اون مرازش دیدیش. کرا نگاه کنید چا. کلا از این چیزای چینی باحال میفروشه. خیلی باحاله همه چی داره. سوغاتی ها همینجا هست همینجا. این واقعا برای سوغاتی گز و شیرینی شرکت واقعا برای با چیزی علاقه اصلا نگاه شبیه فانکو پاپ گرفتن که دوستان لون اسم شخصیت چی آقای تا نگم فعلا داشته بودن این تابلو است. خلاصه الان کلا شد 3 تا تابلو و این فانکو پاپ خدای خوشگل شد. لبوبو بچه لبوبوی سیکرتی هست پشتش و سیکرته دوستان سیکرته لبوبو همون شد. بلند شو جوان بلند شو بریم تو دستم بریم جای بعدی. ساندویچ گرم نمیدونم حالا این تو فقط مشهد هست. آره اسمش هم چیه؟ اشتراده بچه‌ها مال مشهد برندینگش و هیچ جای دیگه نداره و به جای ساندویچ سرد ساندویچ گرم. همه زوزه کبابشه این. بعد پیتزایی هم پیتزا گرفته. خیلی باحاله. حالا گرم یه تست می‌کنیم ازش رو بهتون میگیم. زوزه کباب این و این پیتزاه. خیلی بافتش باحاله. قشنگ کریسپی شده گرم خشک نونش انگار برشته است. خیلی باحال. پنیر هم داره خیلی خوشمزه است. خیلی آره نمیدونم شاید تو حسش نکرد ولی خوشمزه است. یه سوال شله مگه همون حلیم نیست؟ نه شله حلیمه. نه فرقش چیه؟ شله است حلیمه رو شراب میخورن زور میخورن ولی حلیم رو صبح میخورن. از آقای بپرسیم بریم از آقای بپرسیم. شله 4 فصل شله مشهد ببین اینقدر تعریفشه نگم برات بپرسم. الان جدی برم بپرسم. ببین همون فرق شله و حلیم چیه؟ دو تا سیش دیر. اون یه سوال فرق شله و حلیم چیه؟ فرق شله و حلیم شله حبوبات گوشته حلیم گندم گوشت. 2 تا پرس از نگیرم همه سیش دیر. شله شبیه حلیمه ولی اصلا مرداش نمی‌کنه. بعد آقای چیز چرب با قیمه قیمه است. حرام قیمه دادوش و خیلی گوش داره. خدای خیلی خوشمزه. خیلی خوشمزه. نه واقعا خوب. خدایی خوشمزه. به قیمتش هم میدی؟ قیمتش که معمولیه. قیمت ولی خدایی خوشمزه است. خیلی خوشمزه. نو؟ نون عموه. نون عمو با نونای دیگه فرق داره. توش خالیه بیرونش پره. خیلی باحاله. نمی سنگک. من سنگک نیست. خیلی نازکه. یا بچه‌ها تیکه گوشت یه تیکه هم داره می‌بینی چه باحاله. بعد اینکه محلی بودن تو بذاری کنار چند خوشمزه. نه منم 8 میدم. 8 دادی؟ 8 دادی ها. 8 دادی. اینا از غذا بریم جای بعدی. این گیم نت و خیلی خوشگله. بعد این گیمون همونجوری زمین خیلی خوشگله. داری. این خیلی لوکسیه واقعا. کره همش اومدن خرید کنن. باید گلبه چی میگی گرش بابا تمرکز نمیبرم برمیخواد خطا بود زدم خطا نگرفت را خریدم داوره نیست چقدر پول دادی راستش نوع کرتم شرطی باشی من چقدر شرطی کنی؟ لنگی یکی عقبی داشت بیام جلو
رونالدو این رونالدو چقدر شبیه شرطی نیست گل به خودی زدم؟ نه من زدم ترسیدم گفتن گل به خودی زدم رو میبینیم تلکان شرطی هست یا نیست؟ آره حتی هست داچ میدی داچ اوه خطا پا رو زد خطا نداره بازی ایزدراف بچه ها چون بگی نداشت خطا کنه همه خطا لعنت قرمز نوکرتم دست دوازان رو سکوت باشید نه خطا پنالتی آقا ببخشید بچگی کرده به من نمیخوری شرطی نیست دیگه خطا بودی رونالدو تو تیمتونه من شانسی انتخاب کردم تیم اصلا نمیدونستم نمیدونم چقدر شبیه رونالدوه گره ماجی رونالدو رو من ندارم واقعا اوه نگاه که چی کار کرد پشمام ماجی یه کارو کنه اوه الان دیگه خوشحالی همین دست میزنم براش بده گرد آروم بده بعد بگیری بده گرد برو توش نوچ سوما مردم نوش استدو رفت و هوا خودش رفت بده چه حرکت میزنم نگاه کن تیرک زدم داد میزدم بیرون مثلا فکر میزدی بیرون داری یا نداری گفت خطا کی گفت؟ گفت آقای خطا بابا وقتی 4 مساوی شد پشمام بیستی اونو چپ بسته باید همین کنم باشه خیلی خوب چرا گل نیشم بیچاری وای گل داشتی وای یه دونه دیگه بود به عشقی دوباره دست هستا آقای جیجی بازی خوبی بود بردم امیدوارم که دوست داشته باشی پول من رو بده پول چی؟ کلیه آقا این میخواد دستت خراب ضعیف بچه ها دیدم باخت ضعیف اگر سعی کات نزنی ضعیف کات میزنه دوتا گل خوش که خیلی خفن بود خیلی بهم خوش گذشت دمتون گرم که ویدیو رو دیدید صد ماهی که شهرستانی اصلا فرودگاهش یعنی راهو ببین قصره ما اصلا همچین چیزی تو استانمون قفله همچین چیزی نداریم قصر ساختن برای فرودگاهش اصلا ما استان فرودگاه نداره اندگیشون یه سبک دیگه بود بعد ماتور زیاد دارن ما مثلا ماتور نداریم خیلی مثلا یه موتور همین برمی اومد مثلا در استوا اومدن باز کن نزدیکو بزنه بره چراغ سبز و قرمز معنا نداشت دقیقاً اونجایی که اومدیم چراغ چشمک زن کنه مثلا یهو دلت می‌خواست میرفتی ماشینم دلش می‌خواست میومد دیگه اینکه بزنی یا نزنه با تو نبود با خدا بود آرش به شما عشقانی راستی داخل این ویدیو یه سری تا از نزدیک دیدم که باعث افتخار منه و به پایان این ویدیو رسیدیم اما این تازه شروع کار من داخل این چنله پس لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه و تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید خدا نگهدار